اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang memohon pengampunan. Jadikanlah aku di bulan ini dari golongan hamba-hambamu yang soleh dan pasrah. Dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan para kekasihmu yang dekat denganmu. Dengan kasih sayangmu, wahai Zat yang lebih pengasih dari para pengasih. بسم الله الرحمن الرحیم. 214مین گلچین آیات و روایات را با آیه 152 سوره نساء و عنوان پذیرش دین به عنوان یک مجموعه تقدیم میکنیم. در ادامه گفتار قبل که بعضیها دین را به حسب امیال نفسانی خودشون بخش میکنن، بخشی رو میپذیرن، بخشی رو نمیپذیرن، اونی که مطلوب خدای متعال است، اونی که با واقعیت دین سازگاره، اینه الذین آمنوا بالله، خدا را قبول دارن، و رسولهی، همه انبیا از آدم تا خاتم، ولم یفرقوا بین احد منهم، هیچ تفرقه‌ای بین اینا ایجاد نمی‌کنن. حالا اینجا نگفته، تو آیات دیگه گفته و کتبهی و رسولهی و ملائکتهی و الیوم الاخر، همه اینا رو با هم میپذیرن. فاولئک سوف یؤتیهم اجورهم، اجر ویژه‌ای در نزد خدا خواهند داشت و کان الله غفورا رحیما، و خدا هم گناهان اینها را میبخشد. این مطلوب دینداری است و دین مداری است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.